سلام عزیزای گلم، حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ امیدوارم که اترینای هفته ما که من و کامبیش و مجری اون هستیم خوشتون بیاد. کامبیش نوبت توه ها. من خان دایی؟ آره دایی جون، زودتر بخون ببینم چه خبرترین داری. الان دایی هلم نکن. و حالا ترینای هفته، بزرگ نمیر بار بیاد ترین وعده هفته، مبلغ یارانه در سال 99 به 72,000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 هم از افزایش رقم یارانه ها خبر داد و گفت سال آینده مبلغی حدود 72,000 تومان به تمام یارانه بگیران پرداخت میشه. به صورت تخمینی به هر یارانه بگیری حدود 28,000 تومان اضافه میشه که با اون 45,000 تومان یارانه ای که میگیرن حدود 72,000 تومان. دایی مطمئنی 28 با 45 میشه 72؟ آخه موقعی که ما مکتب میرفتیم میشد 73. خان دایی 1000 تومان که بالا و پایین نداره، اینا میلیونی اختلاس میکنن کسی خبردار نمیشه. دایی اگه 1000 رو ضرب بره اون 67 میلیون نفری که روحانی میگو بهشون یارانه میدیم بکنی، فکر نمی کنی یه ذره بالا و پایین داره؟ اوه حالا فهمیدم، بالا پایین داره، اونم چه جور. با تمونده این بالا و پایین میتونن کلی ویلا توی کانادا بخرن. مثل اینکه هنوز حواست نیست دایی چه کلاه گشادی سر ولت گذاشتن. چطور؟ ببین دایی جون، اون 55 تومن معیشتی بنزین کجا رفت؟ راست میگی خان دایی، کجا رفت؟ رفت همون جایی که 10 کله نفتی رفت. یعنی 28,000 تومان از یارانه کم کرده خان دایی، نه زیاد. نه دایی، باز 28 تومن رو ضرب در اون 67 میلیون بکن. اوه باش میتونن کلی جزیره تو کانادا بخرن. به خاطر همینه که دایی جون میگن آخون جماعت خر و خور مرده رو با گور میده پایین یابم روش. پس با این حساب یه چیزم بدهکار شدیم. فکر کنم یواش یواش قانون تصویب کنن خان دایی مردم به دولت یارانه بدن. از اینا بعید نیست دایی جون، بریم کامبیش چون وقت تموم شد.